صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. خداوندا، اعتراف می‌کنیم که خطایا و غفلت‌ها و خودخواهی‌ها و غرور و جاه طلبی‌ها و طمع همانند زنجیری روح و وجود ما را اسیر ساخته و می‌دانیم که اینها خود نقص بوده و عامل عدم رشد ما و نزدیکی ما در عالم روحانیت به تو میباشد. می‌دانیم ای خدا که این عوامل سبب میشه که از اراده تو دور شویم و در نتیجه در طریق تو قدم بر نداریم. خداوندا، به درگاهت آمده ایم و از تو التماس میکنیم که ما را ببخش و فیض عنایت فرما تا از قدرت زنجیرهای نفس و خواهشهای چشم آزاد شده و به سوی تو روان شویم و در تو پناه بگیریم و برای تو زندگی کنیم. خدایا، برای ما خیلی آسان است که عیب‌های دیگران را دیده و آنها را محکوم کنیم، ولی ببخش که از امروز و از این ساعت بتوانیم عیب‌های خود را ببینیم و با قدرت روح قدوست سعی در از بین بردن آن کنیم. بارالها، اکنون که توجه خود را معطوف به تو و به پیام مقدست می کنیم، استدعا داریم که ذهن و هستی ما را متوجه خودت بگردان تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به لیاقت نام مقدس منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه‌ای از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. فیض و رحمت خدا بر شما و خانواده‌تون باد. امیدوارم که با دعا از درگاه خدا تقاضا کنید که این ساعت را باعث برکت شما بگرداند و از کلام مقدس او فیض برده و ندای حق را در قلب خود بشنوید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی خدا را شکر می کنم که روزی دیگری به زندگیم اضافه شده تا بتوانم پیام آور حقیقت و نجات الهی برای شما مشتاقان حق باشم. از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به انجیل مقدس بگشایید تا در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح از آیه 28 فصل 19 کلام را خوانده و درباره معنی آیات آسمانی به تفکر و تعمق بپردازیم. احیانا اگر شما از شنوندگانی هستید که تازه به جرگه ما پیوسته اید و مایلید که انجیل مقدس را در اختیار داشته باشید منتها امکان تهیه آن براتون میسر نیست، ما ازتون دعوت میکنیم که حتما برای ما نامه بنویسید تا ما آن را برای شما تهیه کنیم. آدرس رو مجددا در آخر وقت اعلام خواهیم کرد.
این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. از فصل 19 ما با روزهای آخر زندگی عیسی مسیح در این عالم، یعنی روزهای آخر عمرش قبل از صلیب شدنش روبرو میشویم. عیسی مسیح از نواحی کوههای هرمون در شمال سراسر خاک اسرائیل را پیاده طی کرد و حتی به جنوب رفته بشارات کلام خدا را به تمام سرزمین اسرائیل رسانید. در این اثنا نه فقط پیام خدا را میرسانید، بلکه مریضان را شفا، کوران را بینا و مردگان را زنده میکرد و مردم غم دیده و ماتم دیده را تسلی و آرامی میبخشید. او از مردم میخواست که توبه کنند و به انجیل ایمان آورند و حالا او به سوی اورشلیم میرود، آن هم برای واقعی که انبیای خدا صدها بلکه هزارها سال قبل از آن پیشگویی کرده بودند. یعنی او به سوی اورشلیم میرفت تا فدا شود، همانطور که خودش نیز در این مورد بارها و بارها پیشگویی کرده بود. اما او هنوز کارهایی داشت که میبایستی قبل از مصلوب شدنش انجام بدهد و یکی از آنها همانا پاک کردن عبادتگاه مقدس یا بیت المقدس بود. آیات 28 الی 48 درباره ورود شاهانه عیسی مسیح به اورشلیم و سپس در مورد پاک کردن عبادتگاه مقدس توسط عیسی سخن می‌راند که اکنون توجهتان را به آیات شریف جلب می‌کنم. می‌فرماید: و چون عیسی نزدیک به بیت فاجی و بیت انیا بر کوهی مسمی به زیتون رسید، 2 نفر از شاگردان خود را فرستاده گفت: به آن قریه‌ای که پیش روی شماست بروید و چون داخل آن شدید کره الاغی بسته خواهید یافت که هیچ کس بر آن سوار نشده است. آن را باز کرده بیاورید و اگر کسی به شما گوید چرا این را باز می کنید، به وی بگویید خداوند او را لازم دارد. پس فرستادگان رفته آنچنان که بدیشان گفته بود یافتند. راه اریحا به اورشلیم بسیار صعب العبور بود. مسیح اکنون از اریحا به سوی اورشلیم در حرکت بود. وقتی عیسی مسیح به قریه بیت انیا میرسد، به احتمال زیاد مدتی در آنجا توقف میکند، زیرا در این دهکده بود که او الیعازر را از مردگان زنده کرده بود و الیعازر دوست صمیمی مسیح محسوب میشد. اتفاقاً هفته آخر زندگیش قبل از صلیب را غالباً در این دهکده که در نیم فرسخی شهر اورشلیم بود میگذراند. در بیت انیا بایستی گفت که دهکده کوچکی بین بیت انیا و اورشلیم وجود داشت به اسم بیت فاجی. مسیح 2 شاگرد خود را به بیت فاجی میفرستد تا کره الاغی را از آنجا برایش بیاورند تا سوار بر کره الاغ شده به اورشلیم وارد شود. آنها یعنی شاگردان به گفته استادشان میروند به دهکده و کره الاغ را میآورند و سپس رخت خود را بر آن انداخته و عیسی مسیح سوار بر الاغ به طرف اورشلیم حرکت می کند. مسیح قبلا به اورشلیم آمده بود. بارها و بارها به اورشلیم سر زده بود، اما این سفر با سفرهای دیگرش بسیار متفاوت بود. این سفر انجام پیشگویی نبوتهای انبیای خدا بود که گفته بودند پادشاه پادشاهان سوار بر الاغ وارد شهر اورشلیم می شود. از آیه 37 اینطور می‌خوانیم. می‌فرماید: و چون نزدیک به سرازیری کوه زیتون رسید، تمامی شاگردانش شادی کرده به آواز بلند خدا را حمد گفتن شروع کردند به سبب همه قواتی که از او دیده بودند و می‌گفتند مبارک باد آن پادشاهی که می‌آید، مبارک باد آن پادشاهی که می‌آید به نام خداوند سلامتی، در آسمان و جلال در الله علین باد. سلامتی در آسمان و جلال در اعلی علین باد. در این آیات می‌فرماید که شاگردان و مردم وقتی عیسی مسیح را دیدند که به سوی اورشلیم می‌آید، شروع به فریاد زدن نمودند و از شادی خدا را ستایش می‌کردند. از دامنه کوه زیتون تا شهر اورشلیم دوستان عزیز مردم زیادی جمع شده بودند. وقتی که به نزدیکی شهر اورشلیم رسیدند، همه یک مرتبه از جان و دل شروع به ستایش خدا نمودند. خدا را شکر کردند و گفتند او متبارک است، یعنی مسیح متبارک است، زیرا مسیح پادشاهی است که به نام خداوند می آید. جمعیت عیسی را مسیح موعود و کامل کننده نبوت‌های انبیا و پادشاهی می دانستند که باید بر تخت داوود بنشیند.
آنها متوجه لطف خدا نسبت به خود شده بودند و عیسی اگرچه می‌دانست که ظرف چند روز آینده او را مصلوب خواهند کرد، اما مانع اقدامات مسرت آمیز آنان نمی شود. وقتی که رؤسای دینی یهود صدای ستایش و هلهله مردم را شنیدند و مخصوصا وقتی شنیدند که مسیح را پادشاه موعود می‌خوانند، بسیار بسیار خشمناک شدند. اجازه بدید آیه 39 و 40 را براتون بخونم. می‌فرماید: آنگاه بعضی از فریسیان از آن میان به عیسی گفتند: ای استاد، شاگردان خود را نهیب نما. عیسی در جواب ایشان گفت: به شما میگویم اگر اینها ساکت شوند، هر آینه سنگ ها به صدا در می آیند. در این آیه میبینیم که ملایان دینی میان و به عیسی مسیح میگویند: چرا اجازه میدهی شاگردانت اینطور شعاری بدهند؟ چرا اجازه میدهی که آنها این همه شادی کنند، فریاد بزنند که تو مسیح موعود هستی، تو پادشاه پادشاهان هستی؟ آنها را خفه کن. خودشون نمیتوانستند مردم را ساکت کنند و عیسی میگوید: ای رؤسای دینی، اگر مردم این کار را نکنند، بدانید این امر غیر ممکن اتفاق خواهد افتاد. یعنی اگر مردم را ساکت کنید، حتی سنگ ها به امر خدا به صدا در خواهند آمد و خدا را تمجید خواهند کرد. زیرا آنچه که به وقوع می پیوست حقیقتی بود که انبیای خدا پیشگویی کرده بودند و اکنون خداوند اجازه داده بود و اراده نموده بود که در مسیح پیشگویی ها به انجام برسد. ملایان قلبی سخت‌تر از فریسیان داشتند. برای همین در شادی ورود مسیح شرکت نکردند، بلکه در عوض بر خشم و غضبشون افزوده شد و در طلب فرصتی بودند که مسیح را از بین ببرند. آیه 41 سخن از آرزوی باطنی عیسی مسیح برای مردم شهر اورشلیم است و آیه 42 پیشگویی عیسی مسیح درباره خرابی شهر اورشلیم مقدس می باشد، به طوری که می خوانیم: و چون عیسی نزدیک شده شهر را نظاره نمود، بر آن گریه کنان گفت: ای اورشلیم، ای اورشلیم، اگر تو می دانستی هم در این زمان خود آنچه باعث سلامتی تو می شد، لکن این حال از تو پنهان گشته است. زیرا ایامی می آید که دشمنانت گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه کرده از هر جانب محاصره خواهند نمود و تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاک خواهند افکند و در تو سنگی بر سنگی نخواهند گذاشت، زیرا که ایام تفقد خود را ندانستی. دوستان عزیز، در این آیات عیسی مسیح را می‌بینیم که به حال مردم شهر اورشلیم گریه می‌کند. آن کلمت الله، آن منجی بشر، آن کلمه محبت، آن روح الله در این آیات به خاطر مردم گناهکار شهر اورشلیم گریه می‌کند و در حالی که اشک می‌ریخت گفت: ای اورشلیم، ای اورشلیم، صلح و صفای جاودانی در دسترس تو بود، ولی تو به آن پشت پا زدی. برای همین است که روزی خواهد رسید که دشمنانت در پشت همین دیوارهایت سنگربندی می‌کنند، دور تا دورت حلقه می‌زنند و محاصرت می‌کنند و تو را با خاک یکسان نموده ساکنانت را به خاک خون خواهند کشید، چون فرصتی را که خدا به تو داده بود رد کردی. دوستان عزیز، امروز نیست چه بسا همین گفتار را عیسی مسیح به من و شما میگوید. این پیشگویی عجیب عیسی مسیح در سال 70 میلادی، یعنی حدود 37 سال پس از صعود عیسی مسیح به آسمان به انجام میرسد. زیرا در آن وقت تیتوس پسر امپراتور روم اورشلیم را با قشون خود محاصره کرد، آذوقه را از اهل اورشلیم قطع نمود و تقریباً 1,000,000 یهودی از گرسنگی یا با شمشیر هلاک شدند. او تمام شهر را خراب کرد و یهودیان از تجدید بنای آن ممنوع گردیدند. چرا؟ چون زمان تفقد یا زمان نجات خدا که به آنها عطا شده بود در عیسی مسیح تمام شد. آنها دعوت خدا را قبول نکردند و از آن زمان تا به امروز هنوز که هنوزه اورشلیم به صورت کامل بنا نشده است و عبادتگاه هنوز یا اون معبد هنوز ساخته نشده است. دوستان، آنها دعوت خدا را رد نمودند و در نتیجه در هلاکت و بدبختی افتادند
و امروز نیز ای عزیزان همون خدا یکتا همون پیام محبت و نجات را به ما اعلام می کند. امروز نیز پیام خداوند همین را به من و شما می گوید و من و شما با آنها هیچ فرقی نداریم. امروز روز تفقد و امروز روز نجات است. ببینید دوستان عزیز، خدا امروز و در این لحظه کاری کرده که شما پیام انجیل مقدس را بشنوید و مسیح را بشناسید و او را به عنوان مولا و نجات دهنده خود بپذیرید. امروز برای شما روز نجات است. اگر دل خود را مثل یهودیانی که مسیح را رد کردند سخت کنید و بگذارید که زمان تفقد درگذرد، آن وقت بدانید که در روز واپسین بلای آسمانی گریبانگیرتون میشه. زیرا دعوت خدا را، فیض خدا را، محبت خدا را، رحمت خدا را رد کرده. پس چه خوب است که با کلام خدا همراه و تسلیم آن شویم که می‌فرماید امروز نه فردا و نه پس فردا، بلکه امروز اگر آواز خدا را در دلتون میشنوید، دل خود را سخت نسازید، تسلیم خدا شوید و به حقیقت ایمان بیاورید و مطیع کلام او شوید. به 3 آیه آخر فصل 19 توجه فرمایید. میگوید و چون عیسی داخل هیکل شد، کسانی را که در آنجا خرید و فروش میکردند به بیرون افکندن آغاز کرد و به ایشان گفت مکتوب است که خانه من خانه عبادت است، لیکن شما آن را مغاره دزدان ساخته اید. و هر روزه در هیکل تعلیم میداد. اما رؤسای کهنه و کاتبان و اکابر قوم قصد قتل او را میکردند و نیافتند که چه کنند، زیرا تمام مردم بر او آویخته بودند که از او بشنوند. از قرار معلوم ملاحظه می‌کنیم که عبادتگاه مقدس یا هیکل که مکان قربانی کردن برای خدا یکتا بود، تبدیل به محل تجارت شده بود و رؤسای مذهبی آن را نه فقط تبدیل به زیارتگاه کرده بودند تا از مردم پول بگیرند، بلکه خودشون کاری کرده بودند که وقتی مسافری از دیار غریب برای عبادت به اورشلیم بیاد و بخواهد گوسفند یا کبوتری را قربانی کند، مجبور بود که از این افراد که بساطی در حیات عبادتگاه و دور خانه خدا درست کرده بودند جنس بخرند. بعد هم صرافی درست کرده بودند و بدین وسیله پول کلانی گیرشون می آمد. مسیح در ابتدای خدمتش همه آنها را از عبادتگاه بیرون کرده بود و حالا هم باز در انتهای خدمت خود بیت المقدس را که خانه پدر آسمانی او و ما می باشد از این شرارت ها و طمع و خباثت ها پاک می کند و بدین وسیله نشان می دهد که قدرت دارد عبادت مردم را اصلاح کند. در آیه 46 او گفتار اشعیای نبی را به خاطر رؤسای مذهبی می آورد که ملایان دینی خانه مقدس را کمینگاه خود ساختند. این امر عیسی مسیح و این گفتار عیسی مسیح به شدت بر خشم ملایان یهودی می افزاید، به طوری که آنها مصمم شدند که او را به خاطر این کار هم که شده به قتل برسانند. عیسی مسیح بدون ترس مردم را تعلیم می داد و برای نجات قوم خود کوشش تام میکرد. مقصود آیه 48 اینه که رؤسای یهود جرأت نداشتند دست به عیسی بزنند، چون مردم همیشه دور او جمع شده بودند و به او گوش میدادند. تنها یک راه داشتند و آن این بود که اول مردم را همراه خود کنند و آن وقت عیسی را دستگیر و به قتل برسانند. و همانطوری که در آیات بعد ملاحظه خواهیم کرد، آنان موفق شدند که با حیله و مکر مردم ساده‌لو را فریب بدهند و آنها را پیرو خود بگردانند و سرانجام عیسی مسیح را دستگیر کنند. و این امر ما را به فصل 20 از انجیل لوقا میرسونه که اجازه میخوام تا فرصت باقی است لااقل 8 آیه اول را براتون بخونم و توضیحاتی در این مورد به عرضتون برسونم. میفرماید و واقع شد که در یکی از آن روزها هنگامی که عیسی قوم را در هیکل تعلیم و بشارت میداد، رؤسای کهنه و کاتبان با مشایخ آمده به وی گفتند به ما بگو که به چه قدرت این کارها را میکنید و کیست که این قدرت را به تو داده است؟ در جواب گفت من نیز از شما چیزی میپرسم، به من بگویید آیا تعمید یحیی از آسمان بود یا از مردم؟ ایشان با خود اندیشیده گفتند
اگر بگوییم که تعمید یحیی از آسمان بود، هر آینه او گوید پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم که از انسان بود، تمامی قوم ما را سنگسار می‌کنند، زیرا همه یقین دارند که یحیی نبی خداست. پس به عیسی جواب دادند که نمی‌دانیم از کجا بود. عیسی گفت من نیز شما را نمی‌گویم که این کارها را به چه قدرت به جا می‌آورم. در این آیات ما با یکی دیگر از کشمکش‌هایی که عیسی مسیح با علمای دینی داشت روبرو می‌شویم. معلمان مذهبی از این که می‌دیدن عیسی مسیح داره مردم رو تعلیم میده، آن هم در عبادتگاه مقدس که خودشون آنجا رو قرق کرده بودند، و مسیح حتی از آنها اجازه نگرفته بود که بیا در خانه خدا و مردم رو تعلیم بده، بر سر مسیح هجوم می‌آورند و وی را از بشارت و تعلیم دادن قوم باز می‌دارند و او را متهم می‌کنند و سپس از او طلب می‌کنند که مدارک قدرت خود را اگر داره به آنها بده و میگویند اگر در واقع تو از جانب خدا هستی بایستی معجزه بکنی. جالب اینه که عیسی مسیح هرگز معجزه‌ای برای اثبات ادعای مردم به کار نمی‌برد، بلکه تمام قدرت خدا که در اختیارش بود برای خدمت مردم و خوبی مردم به کار می‌برد. حالا نکته بسیار بسیار مهم اینه که بدانیم این افراد یعنی رؤسای مذهبی طالب درک حقیقت نبودند، حقجو نبودند، نمیخواستند بفهمند که آیا واقعا عیسی مسیح موعود یا نه. چرا؟ چون معجزات بسیاری کرده بود مسیح. اتفاقا لازر را از مردگان زنده کرده بود و در برابر چشمان آنها و حالا در میان آنها بود. آنها ایرادگیر بودند، آنها افراد متعصب بودند، افرادی که روحاً کور بودند، خود را کامل و درست و بقیه را رد می‌کردند و قبول نداشتند. و دوستان عزیز باید بگم که هر کسی که ادعا می‌کنه خودش کاملا درسته و حاضر نیست عقیده دیگران را حتی بشنوه، بدانه که این شخص متعصب و کسی که متعصب از حقیقت دوره. برای همین بود که وقتی که میان از عیسی مسیح سوال می‌کنن که این قدرت‌ها، این کارها، این تعلیمات را به چه قدرتی میدن، خیلی جالبه که مسیح برای اینکه به مردم ثابت کنه که آنها طالب حقیقت نیستن، از آنها یک سوال میکنه که آیا تعمیدی که یحیی میداد از جانب خدا بود یا نه. جالب اینه که آنها حاضر نشدن به سوال مسیح جواب بدهند و عیسی مسیح هم همونطور که خودش فرموده بود و تعلیم داده بود حاضر نشد که مرواریدها را پیش پای گرازان بیندازد. در عوض عیسی مسیح از آنها سوال میکند. حالا اگر آنها از روی راستی و صمیمیت به عیسی مسیح جواب میدادند، آن وقت مسیح نیز جواب به آنها میداد که او از جانب خداست و قدرت خدا داره و اینکه فرزند خدا محسوب میشه. مسیح میپرسه آیا تعمید یحیی پیغمبر از جانب خدا بود یا نه؟ یعنی آیا خدا یحیی نبی را فرستاد و یا اینکه او یک نبی کاذبی بوده؟ حالا اگر ملایان دینی اقرار میکردن که یحیی از جانب خداست، آن وقت عیسی به خاطرشون میآورد که یحیی به او شهادت داده. یحیی بارها و بارها در مورد عیسی مسیح شهادت داد که مردم باید به او ایمان بیاورند. و فراموش نکنید که به هر حال بیشتر شاگردان عیسی مسیح در واقع همون شاگردان یحیی بودند. و اگر میگفتن که نه یحیی از جانب خدا نبوده، آن وقت بیمیلی خود را، تعصب و جهالت خود را به تمام مردم نشون میدادند. زیرا جمیع خلق یعنی همه قوم بنی اسرائیل و حتی غیر اسرائیلی ها به نبی بودن یحیی پیغمبر شهادت میدادند. ولی ملایان مذهبی متعصب میگویند که ما نمیدانیم که قدرت یحیی از کجا بود. و دوستان عزیز این جواب نشان حماقت آنها بود. آنها دروغ میگفتند. چرا؟ چون میدانستند که یحیی از جانب خدا بود، ولی چون خودشون گفته خدا از طریق یحیی را رد کرده بودند، حاضر نشده بودند که پیام خدا را از طریق یحیی بپذیرند، حاضر نشدند که توبه کنند و در گناه خود باقی مانده بودند، در نتیجه باز مرتکب گناه دیگری شدند. یعنی در اینجا دروغ گفتند. تکبر و خواری و خفت نیروی عظیمی است که شیطان در قلب‌های بندگان خود به وجود می‌آورد و این چیزها شخص را به نادانی هدایت می‌کند. آنهایی که میبایستی راهنمای مردم باشند و مردم را به سوی نور خدا هدایت کنند، نه فقط خودشون از نور حقیقت فرار کردند، بلکه مانع مردم هم میشدند که به سوی نور نروند.
و دوستان عزیز، امروز این نوع افراد بسیار هستند. مسیح وقتی حماقت آنها را می‌بیند، وقتی تعصب و جهالت آنها را می‌بیند، با خشم آنها را نکوهش می‌کند. خشمی که همراه با تأثیر بود. حضرت یوحنا می‌فرماید مسیح با خشم رو به آنها کرده گفت من هم شما را جواب نمی‌دهم. چرا؟ چون اگر آنها عجز داشتند بفهمند که آیا یحیی نبی خداست یا نه، پس به مراتب بیشتر عاجز خواهند بود از اینکه حقانیت عیسی مسیح را که مکاشفه خدا، که کلمه خدا و مظهر خدای تعالی، خدای قادر مطلق بود را بفهمند. عیسی مسیح به مراتب از یحیی بزرگتر بود. یحیی یک نبی بود، اما مسیح مظهر خدای تعالی بود، منجی و نجات دهنده بشر است. اگر نتونستن بفهمند که یحیی از جانب خداست، مسلما نخواهند فهمید که عیسی مسیح نیز از جانب خداست. مسیح آنان را در برابر مردم شرمنده و خجالت می‌کند و مردم می‌فهمند که آنها در واقع تظاهر می‌کنند و آنها نیز با اضطراب مسیح را ترک می‌کنند و البته این امر بر خشم ملایان متعصب دینی می‌افزاید. پس از این لحظه به بعد در پی این بودند که مردم را فریب بدهند، چون به هر حال نمی‌توانستند بر علیه عیسی قیام کنند. پس سعی کردند که مردم را فریب بدهند تا عیسی را بگیرند و بکشند. و دوستان عزیز، تعصب و جهالت همیشه نفرت و بدبختی را به ارمغان می‌آورد، کینه را به ارمغان می‌آورد. من و شما باید دعا کنیم که خداوند بر ما ترحم کند و ما را از این زنجیر اهریمنی برهاند، زیرا تعصب و جهالت همیشه ما را از حقیقت دور می‌سازد. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که از خدا بخواهید که به شما بصیرت روحانی عطا کند تا بتوانید حقیقت را دریابید و اگر صدای خدا را امروز در وجدان خود میشنوید تسلیم آن بشو. خدا یارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می‌کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.